ببینید چیکار کردین. خب ببینید چیکار کردین. یه بخش کوچیک از عصبانیت شاکیه ها، مالباختست ها. سرکار خانم وقتی که دستگیر شدن اینا، سرکار دستگیرشون به توضیح بدم. اینا وقتی دستگیر شدن توی خونه‌شون بودن، پیش خانواده‌شون، بچه پیشش بود، مادر پیشش بود، خواهرش پیشش بود، زنش هم پیششون بود. مثل شما که تو خونه زندگی می‌کردید. با یه خفت خاری دستگیر شدن، لال چی که ازشون در نیومد. میدونی چرا؟ ما پلیس بودیم و دزد بودن. فهمیده بودن چه غلطی کرده بودن. جناح سرهنگی که اومده بود با خاری و خفت دستگیر شدن، فیلمش تو فضای مجازی منتشر شد، هم دیدن. اینا همون سال مسلحی که با کلاش وارد منازل میشدن، مدعی بودن، ادعاشون میشد ما دستگیر نمیشیم، ولی پلیس دستگیرش کرد. دستبند قانون تو دستشونه، پابند تو پاشونه. یکم زمان برد.